بسم الله الرحمن الرحیم. لکچر دوم از فیزیک یک هفته اول مربوط به چپتر اول میشه. ایم به ادامه لکچر قبلی که تا تبدیل واحدات خونده بودیم ما در این چپتر وکتورها میشه. وکتور و جمع وکتور، کمپوننت های یا مرکب های وکتور های و یونیت وکتور های به این لکچر در نظر گرفته شد. خب قبل از اینکه به تعریف وکتور بپردازیم میایم درباره کوانتیتی دوباره گپ میزنیم. اول البته کوانتیتی یا کمیت. به لکچر قبلی هم درباره کمیت گپ زدیم، گفتیم هر جسم یا شیء که قابل افزایش و کاهش باشه اون ما میگیم کمیت. کمیت‌های فیزیک به دو قسم میباشن، کمیت وکتوری و کمیت اسکالری. کمیت‌های اسکالری عبارت از کمیت‌های هستند که زمانی که میخوایم درباره از اینا صحبت بکنیم با ذکر مقدار اکتفا میکنیم، یعنی با تنها مقدار همون کمیت را که بگیم کافیه، یعنی نیاز به تشریح زیادتر نباشه، یعنی نیاز به جهت نداشته باشیم. این میگیم کمیت اسکالری. پس دوباره تعریف میکنیم این کمیت اسکالری عبارت از کمیتیه که تنها نیاز به ذکر مقدار داشته باشه. این ما میگیم کمیت اسکالری. کمیت‌های اسکالری در فیزیک مثلا ورک یا کار عبارت از کمیت اسکالریه، فاصله کمیت اسکالریه، اسپید یا تیزی کمیت اسکالری میشه، کتله کمیت اسکالریه دیگه و غیره. زمان کمیت اسکالریه. مثلا وقتی که ما درباره زمان گپ میزنیم 2 ثانیه، 3 دقیقه، 3 ساعت دیگه نیاز به جهت و اینا نداره. این ما میگیم کمیت اسکالری. تمپرچر درجه حرارت 12 درجه سانتیگراد نیاز به جهت نداره، کمیت اسکالری میشه. کتله 2 کیلوگرم، دنسیتی کثافت آب میگه 1000 کیلوگرم فی متر مکعب دیگه نیاز به تشریح بیشتری نداره. اینا ما میگیم که کمیت‌های اسکالری. خود کمیت وکتوری برای از کمیتیه که بر علاوه از این که نیازه که ما مقدار از بگیم باید جهت را هم بگیم. یعنی اگر تنها به ذکر مقدار ما اکتفا کنیم جمله ما کامل نیه و قابل فهم نیه، باید حتما ما جهت را هم مطرح بکنیم. مثلا کمیت‌های وکتوری میتونه قوه باشه، مومنتم باشه، سرعت باشه، تغییر مکان یا دیسپلیسمنت باشه. اینا کمیت‌های وکتوری هستند. مثلا اگه خواسته باشیم درباره 5 نیوتن قوه گپ بزنیم باید حتما بگیم که سمت راست، سمت چپ، بالا و پایین، شمال جنوب، شرق غرب و غیره جهت‌ها رو باید ما مطرح بکنیم. مثلا گفته 5 نیوتن of force to the right. یا اگر این رقم نمیخوایم ذکر کنیم 5 نیوتن می نویسیم، یک وکتوری به تاپی و رسم میکنیم سمت راست. یا 5 نیوتن سمت چپ اگر خواسته باشیم بگیم 5 نیوتن رسم می نویسیم، یک وکتوری به تاپی و به سمت چپ رسم میکنیم. یا اگر خواسته باشیم درباره سرعت گپ بزنیم مثلا میگیم velocity of 30 meters in a direction along the positive x axis. این باید ذکر شه. وقتی ما میگیم موتور به سرعت 30 متر فی ثانیه به کدوم جهت، به سمت شمال در حرکت یا سمت جنوب در حرکت. اگر ما بگیم موتور به سرعت 30 متر فی ثانیه در حرکت، اگر جهت رو نگیم سوال ما تکمیل نیه و کار نمیشه. وکتور تعریف میکنیم. وکتور قطع خط جهتداریه که دارای سه مشخصه مبدا، انجام و طول. که مبدای وکتور اگر مسئله قوه باشه مطرح کنیم ما، مبدای وکتور عبارت از نقطه تاثیر قوه، انجام وکتور جهت قوه برای ما نمایش میده و طول وکتور هم مقدار قوه نمایش میده. جمع وکتورها اگر ما خواسته باشیم دو کمیت اسکالری با هم دیگه جمع کنیم نیاز به حساب فعالیت‌های الجبری نداریم. مثلا 2 جمع 3 مساوی به 5 میشه. 2 کیلوگرم جمع 3 کیلوگرم مساوی به 5 کیلوگرم. فاصله 2 متر جمع 3 متر مساوی به 5 متر میشه. مهم نیه که به کدوم جهت باشه. پس
وقتی که جهت مترانیه، پس بدون گپ سخن ما شما میتونیم کمیت‌های اسکالری با هم دیگر جمع کنیم. اما اگر بحث کمیت وکتوری باشه، قرار باشه که اینو با هم دیگر ما جمع بکنیم. مثلا دو تا وکتور برای ما میده، دو تا کمیت وکتوریه. مثلا وکتور A داریم به همین جهت که رسم شده و وکتور B. اگر قرار باشه اینو با هم دیگر ما جمع کنیم، باید اینا رو طوری رسم کنیم که مبدا و انجام قرار داشته باشه. مثلا وکتور A خودی رو رسم میکنیم، وکتور B طوری میاریم به مبدأ وکتور B به انجام وکتور A وصل میکنیم. بعد از مبدأ وکتور A تا به انجام وکتور B عبارت از حاصل جمع از این دو تا وکتوره. این رقم طریق دیگه هم میتونیم ما که وکتور B با حالت خودی قرار داشته باشه، وکتور A بیایم به مبدأ وکتور A به انجام وکتور B وصل کنیم. بعد از انجام وکتور B تا از مبدأ وکتور B تا به انجام وکتور A عبارت از محصله یا حاصل جمع از دو تا وکتوره. پس به این حالت اول و حالت دومیش تفاوتی نداره. با حالت اول وکتور C مثل میشه وکتور A جمع وکتور B و با حالت دوم وکتور C مثل میشه وکتور B جمع وکتوره. یعنی تفاوتی نداره. با حالت جمع ما شما اگه جواز اینا رو عوض بکنیم به جواب تغییری نمیاره. یا طریق دیگه این طریق گرافی میگن که هر دو وکتور میایم مبدا و مبدا وصل میکنیم با هم دیگر، بعد موازی به وکتور B با انجام وکتور A خط رسم میکنیم و همچنان موازی به وکتور A با انجام وکتور B خط دیگه رسم میکنیم. یک متوازی الاضلاع تشکیل میشه که قطر متوازی الاضلاع یعنی از مبداهای از این دو وکتور قطر متوازی الاضلاع که ما رسم کنیم عبارت از محصله یا حاصل جمع از این دو تا وکتور میشه. اگر بیشتر از دو وکتور هم داشته باشیم میشه که دو وکتور خودی هم بیایم جمع کنیم. بعد به این ترتیب که اول ما بیایم وکتور A و B به حالتی که قبلا گفتم که وکتور A با حالت خودی رسم میکنه، وکتور B مبدأ رو به انجام وکتور A وصل میکنیم. بعد از مبدأ وکتور A تا به انجام وکتور B یک محصله میشه که به وکتور D نشون داده. بعد با وکتور D ما میایم به وکتور C. وکتور D به این حالتی که هست وکتور C میایم مبدأ رو به انجام وکتور D وصل میکنیم که از مبدأ وکتور D تا به انجام وکتور C میشه محصله هر سه از این وکتورها. و این دو سه طریق دیگه هم هست که هر کدوم به این حالت دوم باز وکتور B با حالت خودی اونه وکتور A میایم به این حالت وکتور A با حالت خودی هسته، وکتور B را میایم با حالت خود مبدأ به انجام وصل میکنیم، وکتور C مبدأ به انجام وصل میکنیم. پس از مبدأ وکتور A تا به انجام وکتور C میشه که موصل باشه. یعنی نیاز به وکتور E هم ما اینجا نداشتیم. مثل ازی پایین که هسته وکتور A با حالت خودی رو رسم میکنیم، وکتور B مبدأ رو انجام وکتور A را وصل میکنیم، وکتور C مبدأ رو انجام وکتور B، بعد از مبدأ وکتور A تا به انجام وکتور C عبارت از محصله میشه و غیره. خب باز مسائل ریاضی به شکل ریاضی که هم باز کار میکنیم. منفی بودن یک وکتور چی معنا میده؟ مثلا خواست باشیم ما یک وکتور منفی از اون رسم کنیم، جهت 180 درجه تغییر میده. مثلا این وکتور B که هست به حالتی که داریم ما منفی از این خواسته باشیم این به منفی تبدیل کنیم، جهت 180 درجه نمیبینیم تغییر کرده. وکتور A با حالت خودی هست، فقط وکتور B ما 180 درجه جهت تغییر دادیم. یا خواسته دو تا وکتور از هم دیگر کم کنیم، اونا رو اینجا ما پیشتر گفتیم مبدأ به انجام وصل میکنیم، اینجا انجام به انجام اگه خواسته باشیم وصل کنیم در اصل ما اونا رو از هم دیگر کم کردیم. مثلا وکتور A با حالت خودی هست، وکتور B میایم انجام رو به انجام وکتور A وصل میکنیم. بعد از مبدأ وکتور A تا به انجام تا مبدأ وکتور B عبارت از حاصل تفریق از این دو تا وکتور میشه. اینجا آمده دوباره وکتور تشکیل کرده، گفته وکتور دارای سه مشخصه که تیل یا مبدأ، هید یعنی انجام از او. مثلا وقتی خواسته باشیم ما به سرعت 50 متر فی ثانیه نمایش بدیم، مثبت سمت راست و منفی سمت چپ بشه. منفی 9.81 متر فی ثانیه مربع و شتاب جاذبه زمینه، یا اینجا 9.8 نوشته کرده. سمت پایین جهت یا چون به منفیه و 60 نیوتن قوه هم سمت بالا مثبت. جمع کمیت اسکالری 50 کیلوگرم جمع 23 کیلوگرم میشه 73 کیلوگرم. نیاز به تشریحات اضافی برای ریاضیکی نداریم ما. 25 ثانیه منفی 13 ثانیه میشه 12 ثانیه. خلاص خیلی راحت کمیت اسکالری جمع و تفریق شد.
در وکتور اگه ما خواستیم جا وکتور رو هم تغییر بدیم، پیشتر هم به اون مثال گفتیم که اگه جا وکتور رو تغییر هم بکنه برای جمع و به اصل قضیه تغییری نمیاد. مثلا a جمع b برابر به b جمع a برابر با r، یعنی محصله از a و b به هر دو حالت درست میشه. مثلا داشته باشیم a جمع b جمع c اینا سه تا وکتور باشن، مساوی میشه به c جمع b جمع، یعنی جا از اینا عوض بشه تغییری به جواب نمیاد، یا b جمع c جمع a همچنان میشه درست باشه. این مجموعی از این ما به نام رزلتند یاد میکنیم، یعنی محصله میگن، یعنی حاصل جمع چند وکتور. برای جمع وکتورها سه تا متد داریم ما. متد اول متد گرافیکال، متد دوم تراینگل متد یا ماتماتیکال متد هم میگن، و متد سوم کمپوننت متد که این متد مستطیلی هم میگم، رکتانگولار متد، که بهترین متد از این سه متد همین کمپوننت متده، به خاطر که به وقت کم میتونیم ما چند تا وکتور رو با هم دیگر جمع کنیم. ولی از متد تراینگل یا متد مثلث اگر از دو وکتور بیشتر باشه نسبت به وکتور کمپوننت، متد کمپوننت خیلی سخت‌تر میشه و زمانگیر زیاده. میریم یک مثال از متد تراینگل گپ میزنیم، کار میکنیم. اول میایم تشریح میدیم که چی رقم ما دو تا وکتور از متد تراینگل یا متد مثلث جمع کنیم. مثلا وکتور ایر ما داریم با محور x زاویه تتار ساخته و همچنان وکتور b هم با محور x زاویه الفا ساخته. اینا قرار ما با هم دیگر جمع کنیم. یک از این وکتورها رو به حالت خودی رو رسم میکنیم دقیقاً به جایی که هسته. وکتور دیگر میایم وکتور دومی میایم به مبدا به انجام دقیقاً به مو زاویه‌ای که داره موازی به خودی رو رسم میکنیم. مثلا میایم به انجام اول وکتور ای به حالت خودی رو رسم کردیم، به انجام وکتور یک سیستم کمیات وضعی دیگه رسم میکنیم که بفهمیم که این وکتور وقتی اونجا وصل میکنیم به چی حالت باشه. ما میفهمیم که وکتور b به نهی چهارم قرار داره، وکتور a به نهی اول. خب ما وکتور a به نهی اول اینجا رسم کردیم، بعد اومدیم سیستم کمیات وضعی جداگانه به انجام وکتور a رسم کردیم که وکتور b که رسم کنیم خیلی راحت بفهمیم که به نهی چندم قرار داشته باشه، به نهی چهارم و تحت زاویه الفا. حالا از مبدأ وکتور a تا به انجام وکتور b این عبارت از محصلی از این دو وکتور شد که باز بعداً این زاویه از این باز میایم پیدا میکنیم. خب برای حل سوالاتی که از متد تراینگل مطرح میشه ما نیاز به فهمیدن قضیه کوساین و قضیه ساین داریم که اینا نیازه که اینا ما بفهمیم که بر اساس از اینا قرار بیان که ما کار کنیم. مثلا در یک مثلث حادثه زاویه قضیه کوساین ما میتونیم به این ترتیب بنویسیم. ای به کالکولاس یک هم بوده، شما به ای آشناییم، بازم من اینجا دوباره میگم میشه فراموش شده باشه. وکتور زاویه A و زاویه B و زاویه C طور اینا از لای مقابل از اینا رو به مدل خود از این عمومی نویسیم. مثلا زاویه A بزرگ زل مقابل به A خورد نشون میدیم، زاویه C به C خورد و زاویه B به B خورد زل مقابل نشون داده شده. انا کوساین ایر مهم قرار بنویسیم، قرار به قضیه کوساین اینجا پیاده کنیم. کوساین ایر میایم تعریف میکنیم، میگیم مجموع مربعات اضلاع مجاور منفی مربع ضلع مقابل تقسیم دو تا حاصل ضرب اضلاع مجاور. این قضیه کوساین. مثلا در زاویه ای اگه ما خواسته باشیم مجموع مربعات اضلاع مجاور رو بنویسیم، یعنی اضلاع مجاور مربع میکنیم با هم دیگر جمع میکنیم. مثلا b مربع یک ضلع مجاوره که مربع شده، c دیگه ضلع مجاوره که مربع شده، اینا با هم دیگر جمع شدن. باز a ضلع مقابل این مربع کردیم، منفی از اینا کردیم، تقسیم 2 ضرب در b ضرب در c که این شد قضیه کوساین. قضیه برای زاویه a با زاویه b و زاویه c هم به این ترتیب نوشته میشه. کوساین b مربع از اضلاع مجاور با هم جمع شدن، a مربع جمع c مربع منفی b مربع بر 2 ac و کوساین c هم به همچنان. ساین قضیه ساین که هست به همین مثلث تطبیق میشه. ساین هر زاویه تقسیم ضلع مقابل همون زاویه برابر به ساین زاویه دوم تقسیم ضلع مقابل از او برابر به ساین زاویه سوم تقسیم ضلع مقابل از او. این شد قضیه کوساین و قضیه ساین. یک مثال کار میکنیم از متد تراینگل. 12 نیوتن یک قوه تحت زاویه 30 درجه با محور x و به نوع اول با 15 نیوتن قوه تحت زاویه 20 درجه با محور x که به نوع چهارم قرار داره گفته اینا رو با هم دیگر جمع کنیم.
اول ما میایم وکتور 12 نیوتن به همون حالتی که هست رسم میکنیم تا زاویه 30 درجه با محور x. بعد به انجام وکتور 12 نیوتن میایم یک سیستم که میاد وضعیت دیگه رسم میکنیم. بعد میایم 15 نیوتن قوه به نهی چهارم به تا زاویه 20 درجه رسم کردیم. ما این زاویه بین از این دو تا وکتور حالا به کار داریم که چند درجه میشه. ما میفهمیم که قوه 12 نیوتن 30 درجه با محور x ساخته و قوه 15 نیوتن 20 درجه با محور x ساخته بود. حالا وقتی ما دو تا خط موازی داشته باشیم، یک خط بیای هر دو تا قطع بکنه، این زاویه متبادله میگیم 30 درجه با این زاویه هم شده 30 درجه بالایی هسته، این زاویه 30 درجه. 20 درجه هم این زاویه، این خط در کل 180 درجه میشه. 30 جمع 20 میشه 50، از 180 که کم کنیم میشه 130 درجه. این زاویه شد 130 درجه. بعد از مبدأ وکتور 12 نیوتن تا به انجام وکتور 15 نیوتن این میشه محصله از این دو تا وکتور. حالا این نیازه که از قضیه کوساین بریم این مقدار آر پیدا کنیم. این زاویه 130 درجه ما داره. نوشته میکنیم کوساین 130 درجه مساوی میشه به مجموع مربعات اضلاع مجاور، یعنی 12 مربع یک ضلع مجاوره، ضلع مجاور دیگه 15 که مربع شده منفی مربع ضلع مقابل تقسیم 2 تا حاصل ضرب اضلاع مجاور که 12 ضرب در 15 باشه. خب از اینجی طرفین وسطین کردیم و اومدیم بالاخره ریاضی دیگه آر پیدا کردیم، شد 24.5 نیوتن. و این طرف وسطین کنیم، آر تی کنیم این طرف، 12 و 15 هم به این طرف تی کنیم، 24.5 جذر بگیریم به دست میاد. خب 24.5 نیوتن ما این محصله پیدا کردیم، ولی هنوز سوال ما کامل نشده. باید ما جهت از این محصله رو پیدا کنیم. جهت محصله متوجه باشین که این 30 درجه نیه، به خاطر که این موازی با محور x نیه. ای آر نمیفهمیم چنده، یا شاید از 30 درجه بیشتر باشه، شاید هم از 30 درجه کمتر باشه. حالا ما بریم پیدا کنیم. این چی رقم پیدا میکنیم؟ قضیه ساین تطبیق میکنیم. نوشته میکنیم ساین کیو، یعنی ساین زاویه کیو که چند، حالا ما 28 پیدا کردیم، ما اینجا کیو نام میگذاریم. ساین کیو تقسیم ضلع مقابل از که عبارت از 15 باشه برابر به ساین زاویه 130 درجه تقسیم محصله که عبارت از 24.5 بود، ضلع مقابل 130. خب اینجا ما طرف مستقیم میکنیم، ساین اینورس میگیریم، کیو پیدا میشه 28 درجه. آر برابر به 24.5 نیوتن تحت زاویه 2 درجه میشه. چرا 2 درجه شده؟ به خاطر که این زاویه از این مثلث 28 درجه. زاویه مثلث 28 درجه شده، منتها با محور x 30 درجه ساخته بوده. این 12 نیوتن البته. حالا با باید از 30 درجه 28 کم کنیم، 2 درجه دیگه میمونه. ای آر یا محصله با محور x حال میسازه 2 درجه. متد دوم کمپوننت متد یا متد مستطیلی میگن. ما در این سمت راست به این رسمای چپی نگاه کنیم. محصله خود وکتور ار ما داریم، این قراره به دو مرکبه تجزیه بکنیم که مرکبه y از این به امتداد محور y و مرکبه x به امتداد محور x. این با محور x زاویه تتار ساخته. میایم قضیه نسبت مثلثی نسبت مثلث تیر به اینجا تطبیق میکنیم. در یک مثلث قائم زاویه نسبت مثلثی خود ساین را اگه خواستیم بنویسیم، ساین زاویه تتا برابر به ضلع مقابل بر وتر. پس میایم مینویسیم که و کوساین تتا مساوی میشه به ضلع مجاور بر وتر. اگه بیایم به این سمت چپ، پس دوباره کوساین تتا مساوی میشه به ضلع مجاور بر وتر که عبارت از x بر a باشه و ساین تتا مساوی میشه به ضلع مقابل بر وتر که عبارت از ay بر a باشه که ax از این پیدا میکنه میشه a ضرب در کوساین تتا و ay مساوی میشه به a ضرب در ساین تتا. پس از اینجا ما به این نتیجه میرسیم که هر وکتوری که ما خواسته باشیم به اون با مرکبات تجزیه کنیم، مرکبه x و مرکبه y، اگر زاویه با محور x ساخت، محور x میشه خود وکتور ضرب در کوساین تتا و محور y میشه خود وکتور ضرب در ساین تتا. این به شرطی که زاویه با محور x ساخته بشه. اگر زاویه با محور y بسازه، یعنی سمت چپ به قلمی که رسم شده وکتور a زاویه الفا با محور y ساخته، در این حالت ما خواسته باشیم ay پیدا کنیم، باز ay کوساین میشه و x میشه ساین. پس به اینجا میتونیم خلاصه بگیم که اگر وکتور به هر محوری که زاویه بسازه، همون محور
ضرب در کوساین میشه مرکب قراره که پیدا کنیم. پس به اینجی x ما شده a کوساین تیتا و به اینجی شده x ما a ساین تیتا. به اینجی ای وای ما شده ای ساین تیتا، در اینجی ای وای ما شده ای کوساین تیتا، به خاطر که ای زاویه با محور ایکس ساخته، ای زاویه با محور وای ساخته. به همین ترتیب ما هر چه تعداد وکتورها زیاد باشه ما میتونیم اونها جدا جدا با مرکبات تجزیه کنیم. خاطر باز به این متد مستطیلی میتونیم ما از طریق مرکبه ها بیایم جمع کنیم و کم کنیم از هم دیگه. برای پیدا کردن محصله خیلی برای ما کمک میکنه. این متد بهترین متد گفتیم که ما میتونیم توسط ازی بیشتر از 2 وکتور هم که باشه خیلی راحت‌تر، حتی از او سوال قبلی هم که ما کار کردیم زمان خیلی کمتری میتونیم محصله پیدا کنیم. یک مثال داده برای ما، گفته این مثال شما بیایم کار کنیم. مثلا از مبدأ از این کمیات وضعیه وکتور A 72.4 متر تحت زاویه 32 درجه رسم شده و باز از انجام ازی آماده باز وکتور دیگه تحت زاویه 36 درجه با محور x رسم شده و 17.8 متر به موازی به محور y وکتور c رسم شده. حالا از ما خواسته که محصله شما بیایم پیدا کنیم. خب میفهمیم محصله از مبدأ وکتور اول تا به انجام وکتور آخره که با زاویه از این ما میایم بعداً پیدا میکنیم. خب اول میایم تمام از این وکتورها رو با مرکبه ها تجزیه میکنیم. اول وکتور a با مرکبه x و مرکبه y تجزیه میکنه. این وکتور a ما زاویه با محور y ساخته، پس میشه محور y مرکبی ما میشه 72.4 ضرب در کوساین 32 درجه و محور x میشه 72.4 ضرب در ساین 30 درجه. اینجا پیدا کردیم که ax مساوی میشه به 72.4. البته این سوال آماده از 90 کم کرده. وقتی از 90 کم بکنه میشه 58 درجه. خب شما میشه که همیشه اگر با محور y هم بده از 90 کم کنیم، اگر نه که نیاز هم نیه ما شما میشه که ساین و کوساین جای تغییر بدیم مشکل حل میشه. پس فرق بین کوساین 58 و ساین 32 اینیه، هر تا یکه. پس x ما میشه a ضرب در کوساین تیتا a و ay مساوی میشه به a ضرب در ساین تیتا a که 72.4 با کوساین 58 ضرب کنیم میشه 38.37. با شما میشه امتحان کنیم ساین 32 رو که به این رسم ضرب کنیم به 72.4 دقیقاً همین 38.37 در میده. پس فرقی نمیکنه. عوض کوساین 58 ساین 32 رو که بگذاریم درسته. ایوای که بریم پیدا کنیم 72.4 ضرب در ساین 58 میشه 61.4. خود دیگه رو دیگه بیام تا خود بنوشته. ای باز وکتور b با محور x ساخته 57.3 ضرب در کوساین 36 آماده اینجا پیدا کرده شده 22.16 57.3 خوی زاویه بزرگ را آورده. حالا نیاز هم نیه که ما یه زاویه بزرگه، شما اصلا این انگل یا زاویه رو ننویسیم، فقط وکتور a و b و c رو بنویسیم، x کامپوننت رو بنویسیم با y کامپوننت رو بنویسیم. برای x کامپوننت شما آمدیم چیکار کردیم 72.4 ضرب در ساین 32 کردیم شد 38.37 و اگر 72.4 ضرب در کوساین 32 بکنیم میشه 61.4. به وکتور b میایم نوشته میکنیم 57.3 ضرب در کوساین 36 جهت منفی خاطر سمت چپ محور x و y کامپوننت رو 57.3 ضرب در ساین 36 میشه منفی 33.68. این دو تا منفی هن به خاطر که به این نهی سومه، به نهی سوم هم x هم y منفیه. به نهی اول که بود این وکتور a هم x هم y مثبت بود. وکتور c که هسته دیگه نیاز به مرکب پیدا کردن نیه چونی به امتداد محور y، پس کلی رو محور y قرار داره، مرکب x و صفره. پس همینجا هم x کامپوننت رو صفر نوشته کرده، y کامپوننت رو نوشته کرده منفی 17.8. بعد اینا رو هر کدوم جدا جدا با هم جمع میکنیم. r x یعنی معادله x، r y یعنی معادله y، هم پهلو هم میگذاریم با هم جمع میشه منفی 7.99 و اینا رو هم خودی هم جمع میکنیم 61.4 با 33.68 با 17.8 مثبت و منفی در نظر میگیریم جمع میکنیم میشه آروای 9.92. خب از این قضیه کوساین که قبلا ما شما کار کردیم که گفتیم مجموع مربعات اضلاع مجاور داخل جذر که بیشتر اگر شما باشه یعنی مثال قبلی بریم نگاه کنیم، گفتیم آر مساوی میشه به جذر 12 مربع جمع 15 مربع منفی 2 تا ضرب 12 ضرب در 15 ضرب در کوساین
130 درجه. اگر کوساین 90 درجه باشه، کوساین 90 میفهمین که صفر ضرب در از این حدود میشه، اینا صفر میشه، فقط تنها 12 مربع 15 مربع میمونه. پس این سوال هم که ما شما مهم کار بکنیم، این هم همین رقمه، چون زاویه بین از اینا وقتی موصلا رو ما برفتیم پیدا کردیم آر ایکس و آر وای، آر x به رو محور x قرار داره، y به رو محور y قرار داره، پس زاویه بین از اینا 90 درجه، پس کوساین 90 هم صفره. پس همین که ما شما اینجا داشتیم دقیقاً کوساین جا 130 اگه 90 بگذاریم این بخش صفر میشه، این دو تا اول مربع‌های نام میمونه. پس این هم همچنان همین رقمه، 7.99 مربع جمع 9.92 مربع حاصل میشه 12.7 متر. و تیتا هم خواستشون پیدا کنیم، تانجان اینورس آر وای بر آر ایکس. آر وای ما اصلا 9.92، آر ایکس ما 7.99 و این منفی به این خاطر آورده، خاطر که جواب دقیق بده. فرقی نمیکنه شما وقتی که موصله داشته باشیم به نهی سوم این مثبتای را که بنویسیم به اون جواب میرسیم. حالا این 51 درجه با محور x ساخته به نهی سوم. این بود سوالای، باز میشه که دوستا اینا رو کار بکنن با اگر کدام مشکل داشته باشم باز ما به خدمت. یونیت وکتور، خود یونیت وکتور چیه؟ اگه ما به حساب یک حروف الفبای انگلیسی آی جی کی که با مرکب وقتی ما وکتور با مرکبای x و y و z تجزیه میکنیم، به حال فعلا دو بودی x و y تنها داریم، فقط آی جی. پیشتر ما که آمادیم وکتورها با دو مرکب تجزیه کردیم، مثلا x پیدا کردیم y پیدا کردیم، اینجا به این سوال x پیدا کردیم شد 3.38 و y پیدا کردیم شد 61.4. اگر ما خواسته باشیم از یونیت وکتور کار بگیریم، اینجا یک i برای x و j برای y ضرب میکنیم، مثلا می نویسیم xi جمع ayj، پس وکتور a حاصل جمع xi و ayj، یعنی محصله هر دو تا از این مرکبا پس وکتور a میده، یا وکتور a به دو مرکب تجزیه میکنیم xi جمع ayj. این لکچر دومی بود، شاد و موفق باشیم.